صبح بیدارت میکنم برای نماز. شاید 2 ساعت مونده هنوز. 4 ساعت دیگه. 4 ساعت 3. ساعت 3 شروع میشه. 4 هم بخونی میتونی بخونی. از 3 به بعد بیدارت میکنم دیگه. 4 بیدارت میکنم. قول میدی؟ آره؟ آره برای خدا بسم الله الرحمن الرحیم بگو. خدا هم کمک کنه بیدارت کنه. خدا میتونه، خدا بیدار میکنه آدمو. خدا بیدارت کنه. بخواه ازش که برای نماز به تو افتخار بده، بیدار شی نماز بخونیم با هم. خب؟ بوستم بکنم دیگه، بابا رو نزنی ها. قصه میگی؟ قصه؟ یه نفری بوده 700 سال پیش تو ایران زندگی میکرده، تو شهر شیراز. اسمش بوده حافظ. 700 سال 700 سال 700 years 700 years. exakt 700 år. 700 سال پیش زندگی میکرده. میگه زندگی میکرده اون موقع. یه روزی یه دفعه خمینی رو دید. امام زمان اومد پیش حافظ، خمینی رو هم آورد، خمینی رو بهش نشون داد. گفتش که خمینی 700 سال بعد از تو میاد رو زمین، جشن خدا رو میگیره، برای خدا مهمانی را میندازه به همه مردم زمین. یک شبه اسم الله رو یاد میده، همه دیگه بشناسن الله. به هر کسی که بگی تو دنیا اللهه، همه میدونن یعنی خدای بزرگ، خدای یکتا. بعد حافظ توی کتابش نوشت، این رو نوشت: مژده یعنی خوشحال باشید. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. یعنی خوشحال باشید ای آدمای خوب و مؤمن که یک نفر میاد که اسمش روح الله است و او بوی اسلام و حکومت اسلام و مسیحا نفس. روح الله یعنی حضرت عیسی، مثل حضرت عیسی میمونه این مسیحا نفس که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، که از نفسهای او، از کلام او صحبت حرف امام زمان می آید. صحبت امام زمان رو میکنه خمینی وقتی میاد. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش غمگین نباش برای دوری از 700 سال طول میکشه. نه ناله کن، نه غمگین باش، نه به کسی بگو که دیشب زده ام فالی و فریاد رسی می آید. دیشب از غیب به من الهام شد، خدا الهام کرد، خدا به من نشون داد که خمینی میاد و او دنیا رو از ظلم آمریکا نجات میده. نمیذاره بیشتر از اون آمریکا کشورها رو
غارت کنه و ایران رو از ظلم آمریکا نجات میده. برای ایران فریادرسی میرسه، خمینی میرسه، خدا میفرستش. نه من فقط در این وادی ایمن خرمم و بس، من فقط تنها نیستم که در این سرزمین امن الهی ایران خوشحال خواهم شد و فقط من نیستم. موسی اینجا به امید قبستی می آید. موسی خمینی همونطوری که مسیحا نفس بود، روح الله موسی بود، موسوی، روح الله موسوی، اسم امام خمینی. موسی اینجا برای دیدن آتش خدا میاد که خدا رو به شکل آتش حضرت موسی دید. او هم زیارت میکند، بلکه زیارت کند و میکند. در زمان انقلاب اسلامی ایران که حضرت موسی هم میاد و امام زمان هم در این جشن شرکت میکنه و پیامبرهای زیادی. وقتی که همه در این جشن وارد میشن و شرکت میکنند، حافظ هم میاد. میزبان خمینی است. جرعه‌ای ده که به میخانه ارباب کرم، یک دیدار و صحبتی با خمینی بده، به دست من میاد در این جشن. حافظ میگه جرعه‌ای ده که به میخانه ارباب کرم، در این میخانه الهی که الله هست و رسولان الله و امام زمان و خمینی و حافظ و دوستان خوب خدا و مؤمنین، هر حریفی ز پی ملتمسی می آید. هر کسی که وارد این جشن میشه و خوب هستش، خوبان همه میان برای التماس میان و حافظ میاد که التماس کنه به درگاه امام زمانه و التماس دعا داره در حضور خمینی که میزبان خمینی است و با خمینی دوست میشه. برای همین در کتابش ادامه میگه یار دارد سر صید دل حافظ. یاران ما دوست شدیم ولی او میخواد دل منو شکار کنه، شکار کرده. ای مومنین، ای رسولان الله، یا امام زمان، یاران شاهبازی به شکار مگسی می آید. باز شاه، پرنده شاه، پرنده شاه برای حافظ پرنده بزرگی است که حافظ در مقابل او مگسی است. ببین این خمینی چه کرامتی داره که به حافظ هم که برای او مگسی در مقابل دانش و علم و دیانت اوست و حافظ خود صادقانه و متواضعانه با اون اعتراف میکند دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب بخیر عزیزان.